سلام بچه ها، ظهرتون بخیر. ترسیم قطعه یعنی ساخت سه‌بعدی سازی قطعه صفحه 85. این قطعه رو اول از صفحه پشت شروع کرده، بعد اینو و بعد بالایی رو. ابتدا اینو ما درست میکنیم. گفته یک مستطیل ایجاد بکنید. نماشو نگفته در چه نمایی. برای ایجاد سوراخ به دستور Insert Future Hole استفاده بکنیم. میتونم همینجوری هم ترسیمش بکنم، اما به این روش که این گفته انجام میدیم. میریم تو نمای رایت و ترسیم رو انجام میدیم. اول یه نیو درست میکنیم، پارت، تو نمای رایت یه مستطیل درست میکنیم. طول و عرضش چقدر بود؟ طول و عرضش 69 در 40. ضخامت و مشخصا 69 در کنم اینه 40. 69 در 40 دایمنشن میزنیم ببینیم درسته. دایمنشن ها رو دیلیتشون میکنیم، برمیگردیم رو شکلمون رو ادیت میکنیم. 69 در 40 فیکس انتخابشون میکنیم و فیکسشون میکنیم. هم علامت فیکس اومد. الان باید دایمنشن بزنیم، باید 69 کامله، اینم 40 کامله. خب اینو فیوچر بهش میزنیم، فیوچر 10 و تاییدش میکنیم. خب الان برمیگردیم تو نمای رایت و به وسیله گزینه، حالا در این مرحله ما باید برای این یه سوراخ درست کنیم، نوع سیمپل هول. اول بگم که نگاه کنیم، الان مثلا ما انتخاب میکنیم و میریم اینسرت فیوچر. اگه هول ویزارد رو بزنیم ببین چه اتفاقی میفته. انواع جای پیچ و اینا رو ما داریم اینجا.
انواع حالت ها رو داریم. مثلا اینشون میتونیم فقط کافیه انتخاب بکنیم کجا و برامون ترسیم میکنه جای پیچشو. اسکیسشو میتونیم بزنیم جابجاش بکنیم، میتونیم ادیت اسکیس بزنیم و ضخامتش افزایش بدیم، قطرش افزایش بدیم و اینا. حالا من چیز میزنم، کنترل زد میزنم و میرم برای ساخت سیمپل هول. میریم اینسرت فیوچر سیمپل هول، یعنی سوراخ ساده. مشخص میکنیم میگیم اینجا میخوایم بزنیم. قطرمونه چون از قبل وارد کردیم 16، میتونیم اینجا قطر رو تعیین بکنیم و بلیند این میزان فرو رفتگیه که ما چون میخوایم سر تا سر باشه تروف آل رو میزنیم که به طور کامل سوراخ رو انجام بده اینجا. بعد حالا ما اینو که همینجوری زدیم میخوایم جاشو مشخص بکنیم دقیقاً جاش گفته 22 تا راست 18 تا پایین. میایم اینجا با خط مشخص میکنیم یا دایمنشن مشخص میکنیم، میگیم روی این کلیک میکنیم اسکیس و اینجا رو میتونیم جابجا بکنیم نسبت به صفحه. ببین اگر این اینجا باشه این ابتدا اینجا میذاریم، از اینجا اندازه میگیریم و چند تا 18 تا میاریمش پایین و سمت راستم 22 تا. به ما قابلیت میگه اگه از اول اینو کشیده بودیم هر تمیز سر جاش در میومد. خب میریم مرحله بعد. ما اینو کشیدیم اینجا. مرحله بعد باید این شکل اینجاشو ترسیم بکنیم. باید بریم تو نمای فرانت و این شکل رو بکشیم. نمای فرانت رو میریم در حالت نرمال و چند تا باید بریم راست و چند 90 تا 45 تا. چون ببینید بچه ها چون این ضلع بالا رو داده ضخامت هم 10 هست، ما آفست باید بزنیم. اینو میگیریم 80، اینو میگیریم 35، یعنی 10 تای اینو از این کم میکنیم 10 تای این هم از این کم میکنیم و بعد فیوچر به طرف بالا میگیریم. یعنی الان خط میکشیم از اینجا بعدش هم رو به پایین. حالا این پایینی رو میزنیم 35 و اینو میزنیم 80. الان بهش میزنیم آفست میزنیم. آفست